بعد مناقشه گروهی مهاجران تاجیک و قرغیز در شهر یکاترینبورگ که روزهای 18 و 19 ایول سر زد، حالا وضع آرام است و رهبران جمعیت‌های ملی تلاش دارند پیش راه این گونه حادثه ها را بگیرند. فرخ میرزایف رهبر جمعیت تاجیکان و گلشن دالونبایو رئیس جمعیت قرغیزهای یکاترینبورگ که بعد این ماجرا دست به کار شدند میگویند وضعیت آرام است و هر دو جانب هم توانستند مهاجران را آرام کنند تا دیگر مناقشه برنخیزد. روز شنبه یعنی 25 در وقت بازی فوتبال بعضی از جوانان قرغیز و تاجیکستانی با همدیگر در ریختند و قرار دادند که روز دیگر رخ خورده آنها را با معامله خود این مسئله را ماجرا را حل میکنند. فعال جامعه مهاجران قرغیز مقیم شهر یکاترینبورگ گلشن دالونبایو میگوید جانب‌ها راهی حل مصالحت‌آمیز را جستجو دارند. با اطلاع او هیچ نفر در این حادثه ها آسیب ندیده است. ماجرای بین قومی رخ نداده است. ما رهبران سازمان‌های جمعیتی، شورای اقصاقلان و جوانان تمام تلاش را به خرج دادیم تا که این حادثه از راه صلح حل خود را پیدا کند. در ولایت سوردلوفسک و مرکز شهر یکاترینبورگ روسیه تخمینا 120,000 شهروندان تاجیکستان و 50,000 شهروندان قرغیزستان با کار و درآمد مشغول هستند.